السلام علیکم بینندگان گرامی. شما در کانال رفزنه معرفت قرار دارید. این کانال بخشیده شده است برای دستگیری و بالا بردن سطح علم و معرفت و دانش در بین خوانندگان جمهوری عزیزمان، دولت عزیزمان. اینک رفتیم. امروز همراه شما من آموزگار فن متمتیک منوچهر شهاب‌الدینов هستم. موضوع امروزی ما اثبات نابرابری ها. کانال آبونه شدن و نوشتن فکر و اندیشه های خود را فراموش نکنید. رفتیم. اینک شرط مسئله ما چنین است: اثبات کنید که اگر ا جمع ب کلان یا برابر یک باشد، آنگاه ا نشان دهندش 4 جمع ب نشان دهندش 4 کلان یا برابر یک هشتکی می شود. برای حل کردن اثبات کردن این نابرابری ما از شرط مسئله که جمع ب کلان یا برابر یک است استفاده میبریم. برای این ما هر دو طرف این نابرابری را به کوادرات میبرداریم، چون که هر دو طرف مثبت و عددی ما میتوانیم به کوادرات باشتن و این افاده را حاصل میکنیم. از طرف دیگر ا ترکیب در کوادرات همیشه کلان یا اقلا برابر 0 می شود. این نابرابری و همه ما معلوم است. برای چی؟ برای آنکه هیچ کوادرات عددی منفی نیست. درست می؟ پس این نابرابری درست بود است. هر دوی این نابرابری ها را به هم جمع کنیم حاصل می شود 2a کوادرات جمع 2b کوادرات کلان یا برابر 1. و از اینجا اگر a کوادرات جمع b کوادرات را یابیم کلان یا برابر 1 2 یکی می شود. همین طور اکنون هر دو قسم نابرابری یک بار دیگر این نابرابری هر دو قسمش باز به کوادرات میبرداریم. وقتی که به کوادرات باشیم موافق فرمول ضرب مختصر این افاده را حاصل میکنیم. بعد این با یک بار دیگر نابرابری درستی ا کوادرات طرح ب کوادرات در کوادرات کلان از 0 را استفاده میبریم. یعنی ا کوادرات طرح ب کوادرات در کوادرات این همیشه چه است؟ کلان یا برابر 0 است. همچون کوادراتی عدد که عددی منفی شده نمیتواند. وقتی که این نابرابری ما نوشتیم چه میکنیم؟ یک بار دیگر از بس که هر دوی این نابرابری ما و این نابرابری های درستن ما میتوانیم جمع کنیم. هر دو طرفش وقتی که جمع میکنیم حاصل میکنیم 2a نشان دهندش 4 جمع 2b نشان دهندش 4 کلان یا برابر 1 4 یکی. از اینجا خودی ا نشان دهندش 4 جمع b نشان دهندش 4 را میابیم. برای این به هر دو طرف 2 را تقسیم کرده میگیریم. در نتیجه نابرابری را اثبات میکنیم. یعنی ا نشان دهندش 4 جمع b نشان دهندش 4 کلان یا برابر 1 هشتکی است. به کانال آبونه شدن و گذاشتن لایک را فراموش نکنید. خدا حافظ تا درس های دیگر.